به قسمت سوم آموزش خوش اومدید. تو این قسمت می‌خوایم یه خورده بیشتر وارد جزئیات بشیم که آروم آروم پیشرفت رو به چشم ببینید و روند کار براتون جذاب‌تر بشه، از اون حالت رباتیک خارج بشه. صفحه‌ای که نمی‌خوام سریع می‌بندم. گفتیم که توی این قسمت می‌خوایم یه خورده وارد جزئیات بشیم و یه طراحی مدل انجام بدیم دوستان. خب برای این کار، برای شروع به یه آبجکت نیاز داریم که اجازه بدید شورتکاتو بیارم. برای این کار به یه آبجکت نیاز داریم. آبجکتی که می‌خوایم ازش استفاده کنیم یه کیوب هستش. توی این قسمت می‌خوایم مدل سازی انجام بدیم دوستان. توجه کنید که من در نظر گرفتم که تمرینایی که قبلا بهتون گفتم انجام بدید رو انجام دادید تا الان. میخوام یک کلاس بسازم، یک کلاس درس دانش آموزی. از اونجایی که میدونم همتون عاشق مدرسه اید، براتون کلاس درس میسازم. وقتی که میخوایم کار رو شروع کنیم، بهتره که از ساده آروم آروم به سمت جزئیات بریم. مثلا یهو نمیایم وارد دیتیل بشیم، خودمون رو گیج کنیم. دوست داریم از کجا شروع کنیم؟ مثلا از اون نیمکتی که بچه‌ها روش میشینن شروع کنیم. اونجا قطعا یه تخته صاف دیگه، پس اینو صافش میکنیم و اینجوریش میکنیم. به نظرم خوبه، برای نشستن خوبه. من باشم اینجا میشینم، روش کلیک میکنیم. الان شکلش مناسبه، وارد ادیت مودش میشیم. به لوپ کات نیاز داریم. یه لوپ کات اینجا میخوام بندازم. ببین الان نمیتونیم چند تا لوپ کات خوب بندازیم کنار هم دیگه، بعد قرینشون رو اونور بندازیم. چه کار باید بکنیم که کارمون ساده تر بشه و بتونیم کار قرینه انجام بدیم، یعنی که کارمون نصف بشه. این بالا رو توجه کنید، اینجا یه ابزار هست به نام میرور. ظاهرا شورتکاتش اونجا اومده ولی با شورتکاتش نداره. از اینجا میایم یه پنجره جدید باز میکنیم و پراپرتیز. خب میخوایم امروز با دو تا مودیفایر مختلف کار کنیم، مودیفایر میرور و مودیفایر اری. اولیش میرور هستش. خب میرور اینجاست. خب هیچی نشد، هنوز هیچی نشد. من میام یه لوپ کات میندازم وسط کارم و راست کلیک میکنم که دقیقاً بیاد وسط کار. حالا عدد 1 رو میزنم و این گوشه‌های اینور رو پاک میکنم. خب پاک شدن. الان اینور. ببین الان نصفش الان آینه است. الان اگه من اینور جابجا کنم، اونورم جابجا میشه. پس کار من نصف شد. الان میام یه لوپ کات این گوشه میندازم و توجه کنید به لوپ کات ها میتونید بول بدید ها. یعنی این لوپ کات رو شما میتونید دو تاش کنید بدون اینکه نیاز باشه یه لوپ کات دیگه بندازید. این یه شورتکات داره. شورتکاتش کنترل بی هست دوستان. اینا رو یادداشت کنید. شورتکاتش کنترل بی هستش. بی برای بول. تو کنترل بی بزنید، ببینید لوپ کاتتون از وسط نصف میشه، تبدیل به 2 تا میشه. اینجوری از پایین الان میتونیم اینجا رو عدد 3 رو بذاریم، از اینجا سلکت کنیم. من دیگه نیام از اینجا نشونتون بدم دیگه، خودتون باید متوجه بشید از شکلی که سلکت شده. اینجا رو یه کوچولو اکسترود میکنم به پایین. بعد دوست دارم از اینجا یه لوپ کات بندازم، لوپ کاتمون رو نصف کنم، یه لوپ کات هم اینور بندازم، این لوپ کات رو هم نصف کنم. فیس ها رو هم فیس ها رو هم میتونیم مولتی سلکت کنیم، یعنی که شیفت رو نگه داریم، دو تا فیس رو با هم دیگه سلکت کنیم. این دو تا رو که سلکت کردیم هر دوشون رو اکسترود میکنیم به پایین. الان میخوام اینا به هم دیگه برسن، چون که یادم مدرسه بودم اینا به هم دیگه میرسیدن. یکی اینور میندازیم، یکی هم اینور میندازیم. حالا این ببینید الان همیشه اینجوریه که ما میتونیم از چند روش مختلف به نتیجه برسیم، ولی مهمترین اینه که ما بهینه کار کنیم. مثلا من الان میتونم اینو اکسترود کنم تا اینجا، خب ببین الان رفت توش، خوب نیست اینجوری. یا مثلا میتونم اینو اکسترود کنم تا یه جایی، بعد اونو اکسترود کنم تا اینجا، که اینم بازم زیاد جالب نیست. چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم 3 رو بزنیم از اینجا 3. آره دیگه فیس این و این رو مولتی سلکت کنیم و دکمه F رو بزنیم که میبینید که خیلی بد کار انجام داد برای ما. پس این روش بهینه ای نیست توی این لحظه. یه روش بهینه الان بخوام بهتون بگم، فعلا همون روش اکسترود رو انجام بدیم. حالا خیلی مهم نیست، نمیخوام گیجتون کنم با جزئیات بالا. فعلا یه حالت نیمکت طور ساختیم. من یادمه که میز و نیمکت به هم دیگه وصل بودن، پس اجازه بدید از اینجا من یه چیزی اکسترود کنم به اینجا و یه لوپ کات اینجا بندازم، از اینجا اکسترود کنم به بالا. یه خورده بره بالاتر، نه خود میره بالاتر. حالا یه لوپ کات دیگه اینجا. ببینید من دارم با چیزای ساده کار انجام میدم دوستان، مثلا شاخ غول شکوندن نیست واقعا. اجازه بدید من اون راهکاری که خواستم بهتون بگم الان بهتون بگم. شاید بعضیاتون خیلی زرنگ باشید بخواید زود پیشرفت کنید که زودتر به نتیجه برسید. توی این بخش توی مودیفایر میرور ما یه آپشن داریم به نام کلیپینگ. اینجاست. اگه این گزینه رو بزنیم، وقتی که دو تا آبجکت مختلف از میرور به هم دیگه میرسن، کلیپ میشن به هم دیگه، یعنی که روی هم دیگه میشینن، از هم دیگه از هم رد نمیشن دیگه. اینجوری اینم انجام میدیم. زیر میز چه شکلی بود؟ وایسید من فکر کنم.
اینجوری این خط رو میگیریم و اکسترود میکنیم. خطوط رو هم میشه اکسترود کرد دوستان. ببین الان من دارم اکسترود میکنم این قفل نیست تو جهت، مثلا همین ایکس رو میزنم که قفل بشه اینجوری. بازم اکسترود به بالا، اکسترود بازم در ایکس. یادم میزا این شکلی بودن، یه خورده هم اینجاش بالاتر بود که چیزایی که این تو میذاشتن بچه‌ها نیفته. نه میخوره اکسترود میکنیم به بالا. خب اینجا هم باید بسته باشه طبیعتاً. این رو هم اکسترود میکنیم به بالا. یه خورده هم اینجا باز بود که اگه مثلا دفتری چیزی اینجا باز بود موقع امتحان معلم میتونست مچمون رو بگیره. این خورده بیاد چیزتر بشه، خورده بیاد پایینتر، این خورده بره بالاتر. بذارید به بچه‌ها یه حال بدیم، براشون جامعه دادی هم بسازیم. نظرتون چیه؟ از ابزار اینست استفاده میکنیم. اینو اینست میکنیم یه خورده. خب یه لوپ کات اینجا میندازیم، اینجا رو یه خورده اکسترود میکنیم به پایین. الان ما چه کار کردیم؟ یه میز ساده ساختیم. میتونیم بهش بول بزنیم که یه خورده حتی اینجوری همش رو سلکت کنی بول بدی دوستان خیلی از اوقات دچار باگ میشه. خیلی از اوقات باید خیلی موقع این کار مواظب همه چیز باشید. حالا خیلی سختگیر نیستیم، ما رد میشیم که فقط کار انجام داده باشه، چون به هر حال اولین بار داریم مدل سازی میکنیم. ما الان یه دونه نیمکت ساختیم، میخوام یه کلاس بسازم. خب من وقت ندارم بیام کلی از اینا بسازم. همونطوری که قبلا گفتیم یه ابزاری وجود داره به نام اری. ببینید اری یه خورده فاصله میزا همین شکلی بود دیگه. بذارید اینو یه خورده بلندتر کنیم که بچه‌هایی که جلو میشینن بتونن تکیه بدن به اینجا. به هر حال اینجوری این برام بیاریم بالاتر یه خورده. خب ببینید من الان مثلا موقع کارم دارم سلکت میکنم اینجوری، گاهی از اوقات مثلا میخوام کل اینا نقطه رو بگیرم همشون رو نمیگیره. خب الان گرفت، ولی خب گاهی اوقات نمیگیره. چجوری این مشکل رو حل کنیم؟ ببینید اینجا یک بخش هست به نام این که حالت معماری داره، یه خورده حالت ایکس ری داره، انگار سوپرمنی، میتونی از پشت آبجکت ها ببینی. بعدا بیشتر از استفاده میکنیم، فقط یه معرفی ساده بودیم. خب این خورده بهتر شد. حالا یه اره دیگه اضافه میکنم در جهت وای، در جهت مثلا با فاصله 2 متر، یه خورده کمتر از 2 متر. تعدادشون رو بیشتر میکنیم، نه 3 ردیفه در تعداد بالاتر. الان یه کلاس ساختیم. کلاس بدون معلم که نمیشه، اصلا بدون اتاق که نمیشه. یه کیوب میسازیم، کیوبمون رو میخوایم اسکیل کنیم در همه جهت ها به غیر از زد. پس شیفت از زد رو میزنیم اینجوری بزرگش میکنیم. حالا میخوایم مووش بدم در همه جهت ها به غیر از بازم زد، اینجوری مووش میکنیم. الان میخوام در جهت زد بزرگش کنم. پس ببین از پایین نمیخوام بزرگ بشه، پس میرم تو ادیت مود، از بالا اینجوری با جی میارمش بالا، از جلو هم با جی یه خورده میارمش جلو. خب الان توی کلاس نمیتونیم ببینیم، پس سقف و این دیوار رو دیلیت میکنیم. آها اینو نگفتم تا الان. ببینید ما وقتی یه آبجکت داریم میتونیم فقط بخشی ازش رو پاک کنیم، همیشه مجبور نیستیم همش رو پاک کنیم. الان من این سه تا فیس رو سلکت کردم و ایکس میزنم و دیلیت فیسز، فقط این سه تا فیس پاک میشن. توجه کنید این بقیه‌اش موند. خب مثلا میتونیم خطوط رو پاک کنیم، اینجوری خطاشو بگیریم و دیلیت ایج بزنیم اینجوری، اینم میشه. ولی خب اینم موند، خیلی دیوارش بلند شد. این چی بود؟ اومد اشتباهی اف رو زدم فکر کنم. برای معلم من یادم پای تخته یه خورده حالت بلندتر داشت، یا رو یه خورده اکسترود کنیم، یاد پله میخوره. تختا رو هم میسازیم با اینست، اینجوری اینست کردم، بعد اسکیل کردم در جهت زد. دوستان اگه نفهمیدید چه کار کردم یه بار دیگه انجام میدم. ببینید با این ابزار اینست کردم، این فیسی که اینست شد و اسکیل کردم و در جهت زد فقط اینجوری. الان من خورده اکسترودش میکنم به بیرون، بازم اینست، حالا خورده اکسترود به داخل. اینم از این یه مدل سازی ساده. معلمم نمیخواد، بچه‌ها خودشون درس بخونن یاد بگیرن. این از قسمت 3 دوستان. لطفاً تمرینایی که بهتون دادم و حتما انجام بدین. این مدلایی که ساختیم هم هر کدومتون برید برای خودتون کلی چیز میز بسازید، مطمئنم که چیزای قشنگ میتونید بسازید. تا قسمت بعدی بدرود دوستان.